سلام علیک. امیدوارم که خوشحال و سریحال باشین. در این ویدیو من تصمیم گرفتم که در مورد بعضی اکاونتینگ ترمز که شاید همیشه هم رویش سر کار داشته باشین یا یگان دفعه یگان کس هستیم سوال کنه و در ضمن برای درس های ACCA شاید در هر درسش، در هر کتابش، در هر پیپرش برخورد کنین. خب اگر ACCA نمیخوانین، شاید در دانشگاه، در هر جایی که اکاونتینگ میخوانین با این کلمات برخورد منین. اولین کانسپتی که ما شما درش برمختیم چیه؟ بیزنس انتیتی کانسپت یا سپریت انتیتی کانسپت. بیزنس انتیتی کانسپت. سیسته بیزنس انتیتی کانسپت چیست؟ بیزنس انتیتی کانسپت منظورش چیه؟ سلکن منظورش است که اینی نفر اینی نفر زمانی که مورا یک دانه بیزنس شروع منه، کش پول نفت خود مورا مثلا فرض کو میندازه، یک دانه بیزنس شروع منه. سیسته نفری که بیزنس شروع کرده قبوله یست بیزنس. قبوله این نفر رفته پول خود سرمایه گذاری کرده، مثلا $50,000 سرمایه گذاری کرده، یک بیزنس شروع کرده. قبوله امکان داره پول داخل بانک مانده باشه، امکان داره جنس خریده باشه، امکان داره دکان کرا کرده باشه. خلاصه گپ این نفر اونر هست، صاحب شرکت هست و اینی هم بیزنس یا کمپانی هست که نفر راندازی کرده. قبول این حالی سایکین چی کار میشه؟ منظور از بیزنس انتیتی کانسپت چیست؟ فرض برازی بگر که نفر تمام پول در بانک مانده و یک تعداد، پس این 50,000 در دو بخش تقسیم شده. 50,000 در دو بخش تقسیم شده. یک مقدار پول را در بانک مانده، مثلا 10,000 شده در بانک مانده و 40,000 دیگه شی جنس خریده. ما گرز داشتنم زیسته 40,000 دیگه شی را چی خریده؟ جنس خریده یا گرز خریده. قبوله؟ خب این حالی چی کار میشه؟ و یک زمان نفر متوجه میشه که خب ما در خانه پول کار شده. سیسته 50,000 که ما در جیبیم بود کلش رفتم در بیزنس مندم در خانه پول کار شده. آلی میخواید چی کار کنه؟ 10,000 که در بانک مانده را پس بیاره در خانه مصرف خانه کنه. باز اما گپ چی قراره؟ این نفر اجازه ای کار را نداره. درسته شاید بتونه بر از بانک پیسه را بگیره بیاره در خانه مصرف کنه، اما قانونا این کار را نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر که از نگاه بیزنس، از نگاه اکاونتینگ، اینی نفری که صاحب شرکت هست و این شرکت اگراندازی کده کاملا آدمای جداست. سیسته کاملا آدمای جداست. مثلا اگر این نفر قراره بره $1,000 را پس از اینجا $1,000 از اینجا بگیره، قبوله بیاره در خانه مصرف کنه، قبوله $1,000 گرفت اور در خانه مصرف کنه. یاد شما باشه این منظورش است که نفر از بیزنس قرض گرفته. سیسته از بیزنس در حقیقت چیکار کرده؟ قرض گرفته. نفر از بیزنس چند روپه قرض داره؟ 1,000 روپه قرض داره. صحیح شد؟ بیزنس از این نفر چند قرض داره؟ دقیقا اینی 50,000 روپه را قرض داره. سیسته 50,000 روپه را بیزنس از این نفر قرض داره. به خاطر چی؟ چون 50,000 روپه رفت بیزنس سرمایه گذاری کرد. این 50,000 روپیش کپیتال میشه، سرمایه از این نفر میشه. سرمایه در حقیقت چیه؟ پول یا پولی هسته که بیزنس را که شما راندازی کردین از شما قرض داره و این 50,000 برای این نفر چیه؟ اسیت، داراییش میشه. قبوله؟ اوکی شد تا این قسمت؟ پس تا اینجا ما فهمیدیم که بیزنس از این نفر 50,000 قرض داره و این نفر چون 1,000 پس از بیزنس گرفته به خاطر مصارف روزمره مصرف کرده، پس این 1,000 قرض داره و هر زمانی که این نفر پیسه پیش آمد
باید زود کده 1000 خود پس پرداخت کنه به بیزنس. صحیح؟ دوم دیگه، مثلا فرض کو یک دکان زده خوراک کباب، آلی خانومش میه، صحیح، خانومش میه میخوای خرج خانه ببره، میه در دکان هر خیل که دیل چه گرفت داخل پلاستیک انداخته، دکانم از خود چیه، رئیس شرکت هم شوهر چیه دیگه، کارمندام چیزی گفته نمیتونه، مجبوره گرفته مبرسون خانه خود. آلی بازگپ چی میشه؟ چون آیا سوال آیا این کار میتونه یا نه؟ من فکر کنم که مطمئن باشین اجازه ای کار نداره. زنایش خود زن خود گپ گوش نگه رقم که دلشون انجام میده، درسته؟ اما از دیدگاه اکاونتینگ چنین چیز اجازه نیست. اگر خانومش میه یک چیز از دکان میگیره باید چه کنه؟ خرید کنه. باید چه کار کنه؟ خرید کنه، بابت از او پیسه پرداخت کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که بیزنس یک کاملا جدای حساب کتاب بیزنس با زندگی شخصی یک نفر. من در زندگی شخصی یک نفر هیچ کار ندارم. اگر خانوم شما می از اینجا جنس میخره لطفا بگین پیسه پرداخت کنه، خرید کنه. اگر نه قرض ببره من ریسیویبل ثبت کنم، میگم خانوم شما از بیزنس قرض داره. صحیح؟ و فرض بر از بگر یک روز دیگه چی کار میشه؟ صاحب شرکت همراه دو دانه رفیق دیگه میه، صاحب شرکت همراه دو دانه رفیق دیگه میه چی کار منه؟ مثلا فرض بری بگر که داخل دکان میه، دکان سیل نه، باز ای چی کار منه؟ از روی رفاقت از اونجا جنس بال نه، مثلا فرض که چند دانه انرژی درینک یا نوشابه بال منه برزی رفیقای خود میدید. آیا ای کار را میتونه؟ خب شاید در پیش میمانا خود لوی زده ای کار را کنه، اما پس آنچه باید پیسیش پرداخت کنه. متوجه هستین چی کار میگم؟ پس آنتر باید پیسهش پرداخت کنه. به خاطر چی؟ حساب کتاب شخصی با حساب کتاب بیزنس کاملا فرق منه. صحیحه؟ پس اینی رو مگه separate entity concept یا business entity concept بیشتر در این نام یاد میشه. business entity concept منظورش چیه؟ business is a separate legal entity. حساب کتاب بیزنسی را که شما را اندازی کردین با حساب کتاب صاحب شرکت کاملا فرق منه. صحیحه؟ هر چیز را که شما بخواین از بیزنس بال کنین برداشت ثبت میشه، شما قرضدار میشین، سوار روز باز پس باید پیسهش پرداخت کنین. قبوله؟ پس ما شما مثلا تا هنوز چی کار کنیم؟ اگر یک بیزنس را اندازه بینیم، پدر ما، مادر ما، بیادر ما، فامیل ما، دوست ما، من از بیزنس گرفتم و رایج حساب نه نمونگه بیادر از رفیق من نه. و مو خاطر است که ما شما حساب کتاب اشتباه من نمیج نمیفهم یک بیزنس فایده مونه یا نه. پس زمانی که تصمیم گرفتین مثلا یک بیزنس را اندازه کنین یا حسابدار باشین یا حسابدار بگیرین، اولین گپ در یادشم چی باشه؟ بیزنس is a separate legal entity. حساب کتاب شما با حساب کتاب بیزنس کاملا جدایه. صحیحه؟ بیزنس جدا شد، شما جدا شد. با خاطر مصارف شخصی از بیزنس پول نمیگیرین، در جیبشون پول باشه، او پول در بیزنس هم ناق نمیلین. صحیحه؟ بیزنس از خود پول نقد داره که باید مصرف شونه و شما پول نقد جدا دارن، مصارف شما کاملا جداست. اینی رو مگه بیزنس انتیتی کانسپت. امیدوارم که دیگه یاد گرفته باشین. اگر یاد نگرفتین از بعد یک مثالای بزنم که باز خودشون بگین من دیگه بسه. صحیح؟ خب درس موضوع بعدی چیه؟ اکروال کانسپت یا اکروال بیسیس آف اکاونتینگ. در هر نامی که شما خوش دارین یاد کنید. صحیحه؟ اکروال بیسیس آف اکاونتینگ یا اکروال کانسپت. حالی چی کار میشه؟ فرض بری بگیرم این نفری که دکان کرا کده بود داخل دکان، یعنی این نفر دکان گرفته بود داخل دکان مواد خوراکه پایین کده بود، ای چه کار مونه؟ در دکان کانترکت کده که من شما رنت پرداخت منم at 30th بیا در 29 بگیرم 29th of every month. ما در تاریخ 29 هر ماه شما را چند روپه کرا پرداخت منم؟ مثلا 5000. خب چون در دلار گپ زده است بیایم پیسه را پایین کنیم، به مثلا 1000 دلار ما شما را چیکار منم؟ کرا پرداخت منم. قبوله؟ خب صاحب دکانم میگه بیخی خوب گپه. حالی سعی کن ما شما در ماه جنوری
در ماه جنوری فرض که کرا گرفته بودیم در تاریخ 29 جنوری سیسته. در تاریخ 29 جنوری باید $1000 را چیکار کنیم؟ پرداخت کنیم. قبوله یا نه؟ صاحب دکان ما پیسه را میگیره، پس ما ثبت کنیم که 1000 پس کش از پول نقد ما چی شد؟ کم شد و 1000 در اکسپنس ما رنت اکسپنس ما چی شد؟ زیاد شد. قبوله؟ به اندازه 1000. خب در ماه فبروری چیکار میشه؟ قبوله؟ در 29 فبروری چی کار میشه؟ دوباره $1000 باید پرداخت کنین. اما این دفعه چی کار شده؟ این دفعه صاحب دکان یا رفته مسافرت، فعلا در داخل افغانستان نیست. حالی چی کار میشه؟ شما میگن واو چقدر خوب، پس 1000 را فعلا ما پرداختنی نیستم. ایج دقیقش میشین ثبت نمونین. باز میشه ماه فبروری مارچ سیسته. در مارچ بخشش 29 دیگه و به انصاف 29 دوباره $1000 ما دوباره یه نفر نیسته. قبوله؟ شما هیچ چون بگین پیسه را ما پرداخت نکردم ثبت هم نمونم. قبوله؟ اینا ولی مشکل چه میشه؟ مشکل چه میشه؟ خبر این مشکل چه رقم میشه؟ فرض بری بگیرین ما با رنگ سرخ یک مشکل نوشتم. مشکل یک مشتری به نام علی آمد پیش شما. قبوله؟ مشتری به نام علی آمد پیش شما، گفت رفیق ما برای خرج خانه از دکانت کمی جنس به قرض میگیرم، باز پیسهش آمد شما رو بدین. میگه علی جان مشکل نیست، از ما شما رو که تقسیم کرده بیا بگیر، باز پیسهش آرقید دگیرت آمد بدی. خواسته ایسته علی میا شما برای علی چیکار مونین؟ سیل مونین، فروش مونین. چی را فروش مونین؟ مثلا $2000 دکان شما برای خانه برای 2 ماه چیکار مونه؟ جنس هم میگیره. اما شما چیکار مونین؟ مگن ما چون پیسه را علی تا هنوز نداده، پس شما چی هستین؟ ریسیویبل هستین دیگه، نه؟ شما چین این پیسه را از علی ریسیویبل هستین که باید علی بر شما این پیسه را پرداخت کنه. اما شما چیکار نین؟ این را هیچ ثبت نمونین. اینی مثالایی را که من دقیقاً به می مفهومم نک شما هیچ ثبت نمونین، امکان داره یک روز از یاد چیم بره و نه فروش شما ثبت کردین، نه فروش ثبت کردین، نه ریسیویبل ثبت کردین که من سر علی نقا پیسه دارم. هیچ پیش خونوت نگرفتین. این دو مصرف را که نرساندین دقیقاً اینمی مفهوم میتونه که شما سودا کردین اما هیچ ثبت نکردین. به او خاطر یک کانسپت در اکاونتینگ هست که به نام چیه؟ accrual basis of accounting. accrual basis of accounting چی میگه؟ میگه expenses should be recorded as incurred. میگم مصارف زمانی که انجام شد باید ثبت شنه. مهم نیست که شما پیسهش میدین یا نه. پس شما باید مصرف ماه فبروری را ثبت کنین. اگر ثبت نکنین منظورش است ماه فبروری شما 1000 روپه مصرف خود ثبت نکردین، ماه مارچ هم 1000 مصرف خود ثبت نکردین. پس روش اکاونتینگ را که پیش مورین کاملا اشتباهه، 100% اشتباهه. قبوله؟ پس چه کار مونیم؟ ما شما میگیم که پس روش درست چیه؟ روش درست چی است که ما باید با رنگ آبی نوشته کنم. روش درست چیه؟ ما میم نوشته منم که 1000 روپه سیسته اکسپنس ما شد، مصرف کرای ماه فبروری و 1000 روپه چی هستم؟ پیبل هستم، قرضدار شدم دیگه، نه؟ باید پرداخت کنی باشم. و دقیقاً در ماه مارچ هم کار را منین 1000 روپه نوشتنین بگین اکسپنس ما شد، مصرف ماه مارچ نوشته منین وقت ثبت منین و این قدر که هستم پیبل هستم. شما در حقیقت هر زمانی که خواسته باشین این قسمی اگر اکاونتینگ کنین هر زمانی که خواسته باشین راپور خدا بکشین، راپور کاملا دقیق منظم میکشین. سیسته درسته پیسش ندادین ولی مصرف شده، هزینه سرشم تحمیل شده، پس شما باید او را ثبت کنین، قرضدار ثبت کنین. سیسته و دقیقاً اینمی قضیه در اینجا صدق منه که برای
برای علی که شما 2000 روپیه جنس فروختین 100% باید ثبت کنین. accrual basis of accounting اینجا چه میگم؟ income should be recorded as incurred not when money is received. سیسته منظور چیه؟ درآمد باید زمانی ثبت شده که کسب شد، نه زمانی که مثلا فرض کنم ما چیکار کردم پیسهش دریافت کردم. حالا چون پیسهش دریافت نکردین هم باید ثبت کنین. درسته؟ پس من این چیکار کردم؟ نوشتم 2000 روپیه. چند معنا میده 2000 روپیه؟ ما فروش کردم. درسته؟ 2000 دیگه چی هستم؟ ریسیویبل هستم. درسته؟ 2000 روپیه دیگه چی هستم؟ ریسیویبل هستم. به مو خاطر است که مو شما همیشه دبیت کردیت داره. یا نه من گرچه دبیت کردیت هنوز گپ نزدم، ولی منظور میسته که هر عددی که در اکاونتینگ یا در فایننس ذکر میشه عموما دو مفهوم میرسانه. قبوله؟ اینی بود accrual basis of accountant نه accounting. قبوله؟ که مگه که expense چی زمان ثبت شده؟ مگه expense چی زمان ریکارد شد؟ زمانی که انکار شد. درسته؟ اینکم چه زمان ثبت شود؟ زمانی که earn شد. یاردو انمی در حقیقت مفهوم کلی چیه؟ accrual basis of accounting. expenses زمانی که انکار شد رخ داد باید ثبت شد، مهم یک پیسهش داده ندادن. اینکم چه زمان ثبت شد؟ زمانی که earn شد، مهم نیه که پیسهش گرفتن یا نگرفتن. درسته؟ باز دقیقاً یک چیز دیگر هم اکرال بیس اف اکاونتینگ میتونه اشاره کنه. مثلا بعض وقت هست که ما فرض که دکان خودم ما در کرا دادیم این دفعه، ما میگیم نه بدر من 1000 روپیه 1000 روپیه در شروع هر ماه ادوانس میگیرم، کرای خود پیش از پیش میگیرم ازت. سیسته؟ این حالی ما 1000 روپیه کرای خود پیش از پیش گرفتم. حالی یاد شما باشه مثلا فرض که 1000 روپیه کرای یک سال باشه، درسته؟ یک سال کرای یک سال پیش از پیش میگیرم $1000. قبوله؟ خیلی عالی. اما گپ کجایه؟ ای را شما برای یک سال گرفتین، یک سال مالی گرفتین، سیسته که 12 ماه شما اینجا گرفتین ولی تا هنوز نفر برای یک سال از دکان استفاده نکرده. سیسته؟ تا هنوز نفر تا حد یک سال از دکان استفاده نکرده. پس این 1000 را شما نمیتونین بگین من درآمد من 1000 شده، بلکه شما زمانی که گرفتید میگن 1000 دو معنا میده. یک کش ما اضافه شده مشکل نداره میشه، اما ما چی هستم؟ ادوانس گرفتم. prepaid income هست. این prepaid income هست. درسته؟ این prepaid income شما درآمد خود پیش از اینکه ارشده گرفتین در حقیقت یک قسم چیه؟ قرضداریه. درسته؟ شما میگین پس 1000 کش آمد و با اندازه 1000 قرضدار شدم. باز آیسته آیسته که ماها پیش رفت قرضداری چیم کم شده مورد، درآمد چیم زیاد شده مورد. پس دقیقاً چون تا هنوز این پیسه ارن نشده، درآمد چی نشده؟ اینکم ارن نشده، 1000 تا هنوز نصیب شما نشده، فقط گرفتین. به او خاطر تا او زمانی که ارن نشده چیه؟ لایبیلیتیه. امیدوارم که منظور با کاملا گرفته باشین. اگر منظور رو نگرفتین برین منظور رو پیدا کن بگیرین. سیسته؟ بعد میرسم مسئله پرودنس کانسپت. پرودنس معنیش چیه؟ احتیاط. برای از که منظور تشریح را که ممنون بگیرین چیه؟ پرودنس منظورش چیه؟ احتیاط. یا چی مفهوم میرسنه؟ احتیاط. حالی چی میگه؟ منظورش چیه؟ میگه همیشه احتیاط کن که همیشه احتیاط کن که در بیزنس ما مثلا چی داریم؟ اسید داریم، لایبیلیتی داریم، مثلا اکسپنسیز داریم، دیگه چه اینکم داریم، دیگه مثلا چی داریم؟ کپیتال. ما همیشه میل داخلی انسان هست، یک قسم میل نفسانی انسان هست که همیشه
دارایی های خود، درآمد خود، سرمایه خود چیکار کنه؟ زیاد نشان بده. امیر رقم است یا نه؟ دقیقا تلاش نیم همیشه سرمایه خود، پولایی که داریم، خانه‌هایی که داریم، درآمدی کسب کردیم، تمام از نر زیاد نشان بدیم. قرضداری خود هیچ دقیقش نشنیم کم نشان بدیم. مصارف خود دقیقش نشنیم کم نشان بدیم تا خود سردگو لوی نشان بدی و گفتیش که خود سردگو الا بدی. قبوله؟ پس همیشه اینی تا یک کار امکان داره در اکاونتینگ یا حسابداری هم شوه. پس پرودنس کانسپت مگه سعی کن همیشه احتیاط کن که دارایی های خود زیاد گزارش ندین. سیسته؟ دارایی های خود زیاد گزارش ندین. اینکم یا سرمایه خود زیاد گزارش ندین. یعنی همیشه میانه رو باشین. آنچه که هست را باید نشان بدیم. قرضداری خود کم نشان ندیم. مصارف خود کم نشان ندیم. یعنی آنچه که هستیم را نشان بدیم. سیسته؟ اما رقم است که مثلا مگه چهره واقعی را نشان بده. همیشه در بین دوستا، در بین یک ریلیشنشیپی که هستین، هر چیز که هست، همیشه be the best version of سیسته؟ be the best version of yourself. آنچه که هستی را نشان بده. صادقانه بگوین می رقم هستم رفیق خوشت میه که بیا کار را پیش ببری، وگر نمیه دیگه تو را رای تو مرا رای خلاص. سیسته؟ به او خاطر من نمیتونم پیش شما چاپلوسی کنم، از خود یک چهره دیگر نشان بدیم، چهره بسیار مهربان مثلا عاشق و فلانی و فلانی. پس همیشه be the best version of yourself for others. سیسته؟ who love. و دقیقا این در کانسپت اکاونتینگ هم هسته. آنچه که هست را باید نشان بدین. سیسته؟ زیاد گفتش که سنگار نکن. اوکی؟ چیزی چهارمی را که میخوایم برش بگیم ایسته going concern. قبلا going concern چیه؟ going concern ایسته که همیشه یک سال مالی را برای بیزنس مد نظر گرفته، همیشه 12 ماه. سیسته؟ از اینجا شروع سال مالی تا ختم سال مالی چنده؟ 12 months. سیسته؟ همیشه یک سال مالی بر یک بیزنس 12 ماه مد نظر گرفته شده. دمی 12 ماه از شروع سال تا ختم سال نو حساب کتاب خودمونه، اکاونتینگ خودمونه، تمام کارهای خود چیکار مونه انجام میده. قبوله؟ ما با رنگ آبی کلم. قبوله؟ پس این 12 ماه چیه؟ در حقیقت چیه؟ زمانی است که بیزنس کاروبار نه بعد در ختم 12 ماه سال مالیش تمام میشه و باید راپورای مالی خود جور کنه. سیسته؟ یک بیزنس زمانی که فرض کو سال مالیش از اینجا شروع شده بود اما اینجا تمام شد و اینجا سال مالی بعدی شروع شد دیگه. قبوله؟ خب زمانی که اینجا راپور مالی خود جور کرد، در حقیقت اگر بیزنس گوینگ کنسرن باشد، این چه مفهوم میرسانه؟ این میگه اگر بیزنس گوینگ کنسرن باشد حتما تا 12 ماه دیگه هم کارهای خود ادامه میده، بیزنس خود بسته نمونه. قبلا کارهای خود ادامه میده، بیزنس خود بسته نمونه. اینی میشه گوینگ کنسرن. قبلا اگر گوینگ کنسرن نباشه بازور یک چیز دیگه میگه. قبلا خب چرا گوینگ کنسرن مفهومش آمد؟ مثلا 2 نفر است. سیسته؟ مفهوم از 2 نفر را گرفتین دیگه. سیسته؟ 2 نفر اینا با هم دیگر در یک رابطه، مثال دیگه. سیسته؟ خب فرض دیگر اگر این نفر به این نفر حتی یک دانه قلم هم پرداخت مونه، چون دو قلم فرکانس عشق است، او قلم برای این نفر یک دنیا ارزش داره. مگه یک قلمی که بر من داده واقعا یک دنیا ارزش داره بر من. سیسته؟ همون قسم این نفر بعضی نفر یک دانه لبخندی که میده، یک دانه لبخندی هم که میده،
این لبخند او از یک دنیا که بیشتر ارزش داره. نفر کل روز خمار میشه. قبوله؟ این به خاطر از است که هر دوی نفر فکر منه ما تا یک آینده بسیار دور را با هم هستیم دیگه. درسته؟ تا یک آینده بسیار دور را با هم هستیم، ازدواج بریم، نوسه مونیم و فلانی و فلانی و فلانی، بسیار چیزای عجیب غریب را تصور منه دیگه. حالی شما فکر کنید. خب این ده ای فکره به او خاطر چون آینده را بسیار رنگین و قشنگ و گلگلی میگرنه، با او خاطر تمام چیزایی که بر از ناسه خیلی خوب ارزش داره. قبل یک قلمش یک دنیا ارزش داره. باز بعد چیکار میشه؟ خدای نخواسته در بین از یک دلبادی میه و اینا متوجه میشه که خب این از اینجا رابطه از ما شروع شد، اینجا دیگه ما باید استاپ کنیم. این کار را خدا روی هیچ کس نیاره. خب مثال دیگه خدا خبر چه مثال در ذهنم آمد. اینجا دیگه از این بعد چی میگه استاپ کنیم. بعد اردویش اعصابش بسیار خرابه. هر دوی نفر اعصاب بسیار زیاد خرابه سر دیگه. هر کدام سر دیگه خب بهانه رو میندازه. گپ چی کار میشه؟ باز یک روز این نفر ما سیل که در خانهش در یک جای بسیار با احترام یک دانه قلم ماندگیه. سیسته یاد شما دقیقاً امو قلمیه که یک روز بریم یک دنیا ارزش داشت. آلی ما چیکار نه؟ قلم را داخلی چی میندازه؟ میده بونه و داخلی چی میندازه؟ اشغالی، ترش. با خاطر چی؟ چون این فعلا برش هیچ ارزش نداره. سیسته باز نفر دیگه مثلا لبخندی و روزاده چه می دیگه چون اعصابش بسیار خرابه، او لبخند برش اعصابش خراب نه، به جای که دنیا ارزش داشته باشه بر چیکار نه؟ اعصابش خراب نه. دقیقاً بیزنس هم یک حالت داره. سیسته بیزنس درسته که امروی یک نفر دیگه با رابطه قلبی نداره، درسته، اما اینجا گپ چیه؟ بیزنس از خود چی داره؟ اسید داره. قبلا اسید مثلا تیبل داره، مثلا فقط میز مد نظر بگیریم. سیسته میز داره که در 30,000 روپه میز خود خریده بود. قبلا خب میز خود در 30,000 روپه خریده بود. چون بیزنس ادامه داره تا 12 ماه دیگه دقیقاً اینمی میشی به اندازه 30,000 برای ارزش داره، به خاطر که از این میش خود استفاده منه. اما خدای نخواسته اینمی میز فرض بری بگر اینجا 30,000 روپه ارزش داشت. سیسته اما بیزنس تصمیم گرفت که تا 6 ماه دیگه تا این قسمت ها که رسید دیگه کاربار خود استاپ کنه، دیگه کاربار نکنه، استاپ کنه. سیسته باز او زمان آیا اینمی میزش که آلی 30,000 روپه ارزش داره ارزش خواد داشت یا نه؟ او زمان مجبور است این نفر تمام جنس هایی را که داره لیلام کنه. نه باز او زمان هر کسی که برای میز نیاز داشت ما داخل شرکت سیل میزش قشنگ خوب شه. باز خبره که بیزنس خود دیگه ادامه نمیده. پس این چیزایی که پیش استه لیلام شده مگر 5,000 روپه سودا مونی خیلی اعصاب ازی خراب میشه و چون دیگه کاری هم ازش نمیشه، به خاطر که بیزنس خود باید استاپ کنه. اگر نه کرایه جای یک سره چارش داره مگر نه بچش من 30,000 خریدم مگر نه 5,000 سودا منی. خب نه من بخیال. پس مجبوره حتی در روز بعدی اونمو رو در چی کار کنه؟ در 30,000 که خریده در 5,000 سودا کنه. قبوله؟ پس هر زمانی که یک بیزنس اگر گوینگ کنسرن نبود، او دارایی هایش که پیش از او 30,000 مثلا ارزش داره، اگر گوینگ کنسرن نبود پس چی هست؟ اگر گوینگ کنسرن نبود یک بیزنس چی هست؟ گوینگ کنسرن نبود چی هست؟ بریک اپ هست. این دو نفر که بریک اپ کرده بود دقیقاً بیزنس هم بریک اپ مونه. به او خاطر میت مثال آشخانه زدم برشون. سیسته ای هم چی کار مونه؟ بریک اپ مونه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک بیزنس فاینانشیل شی راپورای مالیشی بر اساس گوینگ کنسرن جور نشده بود و این تصمیم داشت که در چند ماه آینده بسته کنه پیشتر از 12 ماه، پس این راپور مالی خود را بر اساس بریک اپ بیسیس جور مونه. دیسه بریک اپ بیسیس جور مونه. منظور از بریک اپ بیسیس چیه؟ که تمام دارایی های خود به قیمت لیلام نوشته میشه که لیلام نوشته میشه ثبت مونه. متوجه شدین؟ اینی رو مگه گوینگ کنسرن.
و برعکس going concern چیه؟ break up basis. قبوله؟ خب و مفهوم پنجم را که باید بفهمین چیه؟ chart of account. chart of account چیه؟ خب chart of account عموما برای چی به درد میخوره؟ برای یک بیزنس به درد میخوره. chart of account برای یک بیزنس به درد میخوره. کدام نوع بیزنس؟ بیزنسی که از خود فاینانشال سیستم داشته باشه. فاینانشال سیستم. بیزنس که از خود چی داشته باشه؟ فاینانشال سیستم داشته باشه، یعنی سیستم مالی داشته باشه. مثلا کویک بوکس یا حتی کتابچه خونه اکسل، کویک بوکس، خیلی سافتورهای اکاونتینگ زیاد وجود داره. فعلا هم کویک بوکس زیاد مشهوره. قبوله؟ خب چارت اف اکاونت چیه؟ بیزنس برای از که بتونه حساب کتاب خود دقیق کنه، برای هر نوع معامله که در بیزنس میشه در حقیقت چیکار مونه؟ یک حساب باز مونه. سیسته که تمام معامله که شد بازدانمو حساب چیکار کده؟ ثبت کده موره. مثلا example restaurant chart of account. سیسته یک رستوران چارت اف اکاونت شد. اینجا ما برشم نشان دادم یک رستورانته. در رستوران امکان داره در کیش اون هند باشه، پیش کسی که داخل میشه پیش از او پول باشه. نوعیت چیه؟ در کدام کاتگوری قرار میگیره؟ در کاتگوری بانک. سیسته مثلا امکان داره حساب بانکی داشته باشه. نوعیت چیه؟ بانک. قبوله؟ امکان داره 3 دانه حساب بانکی داره، پس نوعیتش چیه؟ بانک. قبوله؟ منظور از این بانک چیه؟ مو شما فاینانشال استیتمنت الیمنتس داره نه؟ of financial statement. سیسته elements of financial statement چند دانه؟ 5 دانه. یک asset. اگر اینا را نمیفهمین، تعریفش نمیفهمین، یک ویدیو دیگه هست در مورد statement elements of financial statement که تعریف کردم، مثال زم حتما ببینین. asset هست، liability هست، سیسته income هست، دیگه expenses هست، پنجم چی هست؟ capital یا equity. قبوله؟ خب 5 نوع elements داره. زمانی که ما راپور خود جور بنیم، راپورهای مالی خود، راپورهای سود و زیان خود جور نیم که چقدر فایده کردیم، چقدر تاوان کردیم، ما در حقیقت راپورهای خود برای 5 بخش خلاصه هم میگه. اینی قدر اسید دارم، اینی قدر قرض دارم، اینی قدر درآمد داشتم، اینی قدر مصارف دارم، اینی قدر سرمایه دارم. صحیح؟ پس اینی حسابایی را که در جریان کاربارهای روزمره در یک بیزنس باز میشه، ما دقیقاً طبقه بندی نیم که مثلا کشی که در دست ما کدام نوع اسیته. سیسته یک نوع اسیت چیه؟ بانک. قبوله؟ پس اسیت هم انواع مختلف داره، لایبیلیتی هم انواع های مختلف داره، اینکم هم راه های مختلف داره، اکسپنسیز هم دقیقاً خیلی انواعش زیاده، کپیتال هم یک دو سه نوع. قبوله؟ مثلا بانک یک نوع چیه؟ اسیت. قبوله؟ فرض کو اکاونت ریسیویبل هم یک نوع چیه؟ اسیت. قبوله؟ خب other current asset. دیدن اینا همهش چیه؟ یک نوع چیه؟ اسیت. قبوله؟ تمام از اینا یک نوع چیه؟ اسیت. دیدن اسیت انواع بسیار مختلف داره. باز این طرف چون برای هر کدام از اینا کاروبارایی که مثلا کش در پول نقد هم کاروبار میشه، از طریق بانک هم کاروبار میشه، من مجبور هستم یک حساب باز کنم که همیشه تمام مصارف را داخل از این حساب نوشته کنم. اینا رو میگه اکاونت باز کردن یا لیجر. اکاونت باز کردن یا لیجر. سیسته مثلا اکاونت ریسیویبل، سر مردم که پول داشتم اینجا نوشته منم. مثلا من سیسته سر مردم که پول داشتم اینجا نوشته منم. کردیت کارت ریسیویبل، هاوس اکاونت. سیسته اینونتری جنسایی را که من چیکار کردم؟ خریدم ده چیه؟ گدامه تا او را من غذا پخته کنم بفروشم، برنج، روغن، نمک، اینا اینونتریه. سیسته مصارف هایی را که پیش از پیش پرداخت کردم.
پیش از پیش پرداختم تا هنوز چیکار نشده، مصرف نشده، پس او اسیت است دیگه. مثلا برای کامپیوتر خریدم، فرنیچر خریدم، سیسته دکان گرو کدم، قبلا اینا همه ایش چیه به کاتگوری اسیت میشن. در حقیقت ما در داخل بیزنس هر چیزی که داشته باشیم اونا را برای چجور نمی یک دانه اکاونت بازیم که اکاونت چی میگه؟ لیجر میگه. قبلا اوکی. مثلا گفتم لایبیلیتی انواع مختلف تر اینجا سر کن، لایبیلیتی. مثلا چیه اینا؟ سیلز، کردیت کارت، سیسته پیرول، معاشات هنوز ندادن، سیسته یک نفر تشویق گفته تشویقیه برات پرداختم تا هنوز پرداخت نکردن، سیسته آوتستندینگ تا هنوز بعضی گیفت هایی را که از توسط گیفت کارت خریدن پیسیش ندادن تا هنوز پرداخت نکردن. تمام اینا در حقیقت چه یک اکاونت، یک لیجر که شما باز کردن و اینا چیه؟ ای چیه؟ اکاونت نمبره. چی شما بگین کیشون هند، چی شما بگین 1000 اردوش یک معنا میده. هر بیزنس از خود یک اکاونت نمبر مخصوص برای هر چیز میزنه. مثلا شما یک حساب بانکی باز کردین، چی شماره حساب بانکی خود بگین، چی نام خود بگین، اردوش یک معنا است دیگه. اینی همون نام است، این شماره حساب بانکیه. قبوله؟ این مثال دیگه سیمپل اف چارت اف اکاونت. مثلا اکاونت نیم این نام اکاونت هسته، کدش است. مثلا فاینانشال استیتمنت زمانی که ما شما جورنیم ای در کجا باید بره؟ در بیلنس شیت مره، سیسته. خب اینا دیگهش بخیال، فعلا دیگهش بخیال. اینمی در حقیقت چارت اف اکاونت. اگر شما بخواین حساب کتاب شخصی خوره مثلا برایش یک راپور مالی جور کنین، اول حساب نین انواع مصارف خود لیست نین، انواع درآمد خود لیست نین، انواع دارایی های خود لیست منین، سیسته. این مینا در حقیقت چیه؟ اکاونت های است که شما باز کرده این. متوجهین؟ پس دیگه چیز نمانده. قبلا دیگه چیز نمانده. امیدوارم که ویدیو برش مفید بوده باشه دوستا. دیگه وقت خوش، خدا نگهدار، همیشه موفق و سری حال باشین. ویدیوها خیلی زیاده، بیشتر پرکتیس کن. امیدوارم که وقتی خوشی داشته باشین. روز خوش، خداحافظ.